شام 1 اکتبر سروزیر گرجستان ایراکلی غریباشویلی در یک نشست خبری اضطراری خبر داد که پرزیدنت سابق این کشور میخائیل سااکاشویلی در نتیجه یک عملیات مشترک وزارت کارهای داخله و خدمات امنیت دولتی دستگیر شده است. غریباشویلی گفت مقامات امنیتی خط سفر سااکاشویلی از اوکراین به گرجستان را پیگیری داشتند. سااکاشویلی که 54 سال دارد و سالهای آخر در اوکراین به سر میبرد، قبلا چپته‌های هواپیمایی را نشان داده اعلان کرد که شام 2 اکتبر در روز انتخابات وکیلان محلی به گرجستان برمیگردد. خبر بازداشت او در حالی است که صبح 1 اکتبر خبری در شهر باتومی قرار داشتن سااکاشویلی پخش شده بود. او حتی در اینترنت یک ویدیویی را از باتومی نشر کرد. معلوم نیست که او با چه راهی وارد کشور شده است. سااکاشویلی که 8 سال باز بیرون از گرجستان به سر میبرد، با حکم دادگاه شهر تفلیس با جرم بیرون رفتن از حد وکالت در زمان پرزیدنتیش به 3 و 6 سال زندان محکوم شده است. اما با وجود حکم زندان و هشدار مقامات گرجستان که گفتند او را برابر ورود به خاک این کشور به حبس میگیرند، سااکاشویلی برگشت. در ویدیوی اخیرش سااکاشویلی ادعا میکرد که در باتومی است. او در آن ویدیو از مردم خواست که روز 2 اکتبر در آوازدهی اشتراک کنند و سپس در مرکز تفلیس جمع شوند. میخائیل سااکاشویلی سال 2004 در نتیجه انقلاب استادبرگاه به قدرت رسیده 2 دوره تا سال 2013 رئیس جمهور گرجستان بود. دوره ریاست او با مبارزه بی‌امان با کروپسیا و ساختن اساسهای یک دولت معاصر دموکراتیک در گرجستان در یادها نقش بسته است. سااکاشویلی برای مثال تمام کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را در یک شب برکنار کرده این نهاد را تماما برهم داده بود. گذشت وقت نشان داد که بدون بازرسی دولتی اتومبیلی شماره صدمه ها و قانون شکنی ها در راه ها برعکس کمتر شده است.